هستیم بفرمایید. موزی هستم. بله. موزی نوشته. موزی نوشته میشه، موزی خونده میشه دیگه. بله آقای موزی بفرمایید. بله. با سلام خدمت شما شنونده‌های عزیز. بنده پرهام موزی هستم، کارشناس داوری در ویکی‌پدیا. اول برنامه باید خدمتتون عرض کنم که اوضاع داوری خیلی خوبه و همه داورا کاربلدن. بله. هیچ داوری در لیگ نداریم که سوت فالش بزنه. میونی کلامتون آقای موزی؟ موزی هستم. آقا تکلیف ما رو روشن کن. موزیه نوشته میشه چه خونده میشه؟ خانم مجدی ببین، موزی نوشته میشه، موزی خونده میشه دیگه، مشخصه. خب بعد معنی فالش رو بگی. معنی فالش میشه خارج از داور. خارج که رفتن؟ نه خارج یعنی ولش کن، اصلا مهم نیستش. بله. فوتبال فالش. بله بفرمایید. بله در خدمت شما هستم. بله. اگه وضعیت داوری خار هستش به نظر شما چرا داور مهاجرت کرد فرار مقصا شد؟ بله ببین، وضعیت داوری گفتم خوبه اما نگفتم وضعیت داورا خوبه. آخه بله. مشکل مالی دارن؟ یکم مشکل مالی دارم. ما هم در نظر گرفتیم یه تحصیلاتی در نظر گرفتیم. ببخشید این کلامتون تسهیلات درست. تحصیلات گفتم. تحصیلات فرمودید. برای تحصیلاتی در نظر گرفتیم که بله. همینجا باشن و سود بزنن. آینده داورا اتفاقا خیلی خوبه. چه تسهیلاتی شما در نظر گرفتیم؟ وام کم بهره؟ نه وام کم بهره که نه، چون اصلا منابع نداریم. ما تصمیم گرفتیم که از این آب معدنی کوچیکا هستش. آب معدنی کوچیک 1500 ما میده 2 تومن. اینقدر. آره خونه چیزه. این آب معدنی 2 تومانی بگیریم وسط زمین، وسط 2 تا نیمه بدیم به داور با قیمت در کارخونه. بله آقای موزی هستم. تکلیف رو مشخص کن آقا. شما می‌فرمایید من اول گفتم من موزی هستم. یعنی چی آقا؟ تکلیف رو مشخص کن. تکلیف مشخصه، شما بعد میخونه. من نمیدونم سطح سواد شما چقدره که شما بله راجع به این داوری که اجازه بده. بله سلام خوشخواهی میکنم. بله الو رونالدو. سلام. رونالدو اصلی؟ کریس چطوری؟ کریس؟ آره باشه. میخوام ایران بازی کنی دیگه. کی؟ چند؟ 2 میلیارد؟ آقای موزی باشه میگم 200,000 تومان توی حسابت بریزم. باشه قربانت. مرسی بشخط. باشه خدا. الو لیونل مسی خوبی؟ بلد صحبت کن. خب قربانت جان. چی؟ ایران؟ نه پرسپولیس که نتونی بازی کنی. نساجی قایم شه. مسی قایم شه بازی کنی. آره دیگه لباس بود در بیاری. آره لباس نمیتونی لباس آرژانتین بپوشی. باشه آره هم نساجی باید بپوشی. قربانت. الان با مسی صحبت. الو بعد شنیدم باز گاز گرفتی آقای سوارز. جریمه شدیم داداشا. آره شما شبا رو میدم با یه پول واریز کنی. آره دیگه. آقای موزی قربانت. موزی آقای موزی شد. خداحافظ قربانت. خداحافظ. بده نمیکنه یک سر زنگ میزنن. شما اینا اصلا کی به شما اجازه داد گوشی بیارین آقا توی چیز استودیو؟ خودم گوشی من صدا بردار نمیدونم چیکار میکنه پشت صحنه برمی‌داره میبره. ببخشید پسر صدا بردار پیش من کلاس میاد. این چی حرفی اصلا به شما مربوط نمیشه. پسرشون شاگرد شما اصلا 6 تا گوشی بیارین. آقا اینجوری من میرم. من بالا میشم میرم. آقا یعنی چی؟ گوشی من اونجا میگیری بازداشت میکنی گوشی من اونجا میذاری. آقا چرا هیچ کس حرف نمیزنه؟ من این گوری که بفرما. یعنی من برم؟ بله بریم. من دارم بحث کارشناسی میکنم. بحث کارشناسی من دارم انجام میدم. من مگه با شما صحبت نکنم؟ تو چی میخوای بگی؟ تو چی میخوای؟ چی داری بگی؟ پس الو جان. من برم؟ جان. باشه. برم باشه. بعد 200 بیشتر واسش دریز دیگه. قربانت. خدا. باشه خدا. در خدمتتون آخرین برنامه تمام بشه بعدا من کار نمیتونم اینجا زمین کنم برم. موزی هستم. موزی نوشته میشه، موزی خونده میشه. در خدمت شما هستم. بله راجع به اون داوری که سفر خارج کردن شما نظر بدید بیزارم. بله متاسفانه ایشون بعد از اینکه تو همین کشور رشد کردن از اینجا خارج شدن و رفتن خارج و این کار اشتباهی بود و حق رشدشون رو ندادن. البته بله ما باید اینا بدونن که فدراسیون واسش خیلی زحمت کشید و خیلی حرص کرد. میگم از چه نظر ایشون فرار مقصا کردن؟ دستمزد کم بود؟ کاملا حرف درستی میفرمایید. درسته که اونجا 33 برابر بیشتر از دستمزد بود. بله و اینکه زن و بچهش راحت میتونن بازیاشو ببینن. اما آیا من کدوم دوربینم؟ بله این دوربین هست. آیا اولویت جامعه ما الان این موضوعه؟ واقعا این موضوع هست یا نه؟ همین من میخوام بدونم.
نه نیستش. بله نیستش. بله کاملا درسته. متین. این عزیز به خاطر یه همچین مسائل پیش پا افتاده ای رفت اونجا. شما اگه اینجا کم حقوق میگیری عوضش همین پول میبرن زیر ساختار رو درست میکنن، زیر ساختار رو آماده میکنن، بعد خدایی نکرده توی همون زمین اتفاقی واسه کسی نمیفته، برق کسی رو نمیگیره. آقای موزی هستم. تکلیف ما مشخص نمیکنه. بابا تکلیف شما مشخصه دیگه. بابا موزی آخه نفهمیدم کدومه. من برنامه تموم شد. بابا تو بی سوادی. جناب کارشناس. بله. میگم که اونجا چقدر دستمزد میگرفت، اینجا چقدر دستمزد میگیره؟ اینجا خیلی زیاد. چرا؟ میشه مبلغو بفرمایید شنوندگان ما که ببین در اصل چون اینا سکرت نبود این مبلغ ما اعلام کنیم، مردم ما که باید بدونن شفاف سازی بفرمایید. بخاطر این 80 میلیون شفاف سازی بشه ایراد نداره. مبلغ 2 میلیون میگرفت سود میزد که این 2 میلیون واقعا کاری نمیکرد، وسط زمین فقط سود میزد. همین بچه باجناق من دانیال دارن اینا سود میزنه اصلا راحت. خیلی از مردم ما 2 میلیون هم نمیگیرن. آفرین. بله اصلا همین 2 میلیون سال بعد 10% میره روش. واقعا ناشکرم. بله واقعا ناشکرم. بله 200 میگرفت. خب برای این ناشکرم. درسته از همینجا من کدوم دوربینه؟ این دوربین. بله از همینجا من اعلام میکنم آقا برگرد اینجا دوباره بیا عذرخواهی کن، بگو من اشتباه کردم. آقا ما تو رو میبخشیم، این کارشناسا تو رو میبخشن، عیب نداره، اشتباه کردی. تو 2 سال دیگه بازنشست میشی، حقوق میگیری، حقوق بازنشستگی میگیره. البته من گمون میکنم که این آقا اصلا کلا اعصابش اینجا به هم میریزه. چرا؟ به زودی برمیگرد. کی میتونه بدون ترافیک، بدون آلودگی هوا، بدون فاضلاب، بدون گرونی، بدون چالچوله خیابون این اصلا اونجا بمونه؟ اونجا جهنم زندگی در چنین کشوری. مثلا اونجا یه چیز خیلی بدی که داره میشه، مثلا قیمتو بالا نمیره. آره اصلا تنوع نداره، قیمت باید روز به روز بالا بره. آدم چجوری آدم پوز بده که لباسم مثلا امروز 2 تومن خریدم، 3 تومن، فردا 3 تومن خریدم، 20 سال دیگه هم قیمت همون 2 تومنه. اما اینجا الان خریدی 2 تومن، 2 روز دیگه میشه 10 تومن، 5 روز دیگه میشه هم مبلغ به تو میره بالا. بعدم فکر کنم که این کشور اصلا 500 سال دیگه هم اصلا بعد بیشتر به ما نمیرسه. اصلا 500 سال چه؟ بو 1000 سال نمیرسن. اصلا من یه چیز دیگه هستش این که مثلا کجای دنیا دیدی تو آسفالت بتونن قایق سواری کنن؟ هیچ جا تو آسفالت حاضر هیچ جا نمیتونن قایق سواری کنن. این واقعا کار. یه مسئله دیگه من عرض کنم خدمت شما، این که اصلا چاله چوله شما دقت کردین چاله چوله به خاطر چیه؟ اصلا چاله به خاطر چیه؟ اصلا توضیح بدم. اصلا چاله من بگم. این چاله چوله تکلیف رو مشخص کن وسط کلام من موضوع. تکلیف که مشخص. این چاله چوله اصلا به خاطر چی به وجود اومد؟ به خاطر اینکه با ماشین داری میری خواب میبره، خوابالوده که میشی. این چاله چوله این چیه؟ این مال منه. این چی هستش اصلا؟ این پل ارتباطی من با پشت صحنه اینا. خب پل ارتباطی اینا سیل من پل ارتباطی خراب شد که. اینا نمادینه، شما به این مسائل کار نداشته باشید. خب ورد گوش داغون میشه، چه نمادینی؟ شما به من کار نداشته باشین. بحث کارشناسی خودتون ادامه بدید. بحث کارشناسی ما تموم شد. خیلی خب با تشکر از استاد موزی عزیز که موزی چیه؟ موزی آقا تکلیف ما تا آخر برنامه ما آقا میتونه مشخص کنه دیگه. بده من مگه یه آدم 2 تا فامیلی میتونه داشته باشه؟ چه 2 تا فامیلی؟ شما داری اشتباه می‌کنی. شما میگی موزی نوشتی. نه ببین من میگم موزی. ببین نوشته موزی. موزی چیه؟ من این بابا موزی نوشته. اصلا اون ز نیستش که دالزانه. اون ز چیه؟ اون موزیه. اون موز اصلا موز رفتیم به همین موزیه بود که آقا این موزی فرق می‌کنه. موزی آقا بگو بابا چست گوشی آوردی اینجا به کار ما هم گیر میدی. من اصلا نیستم. درن که نیستی. اصلا من نیستم. به درن که نیستی. فکر کنی مثل دو به شما اصلا مربوط ربطی داره. ببخشید من مثل شما موجی عوض میکنم. شما عوض میکنید چیکاری مملکت بشی؟ من رونالدو رو آوردم. اصلا شما مگه کریستی همه الکی زنگ زدی. من الکی نیست. صبر کن. این شونه کیه؟ کیه؟ شونه کیه؟ چیه؟ چی نوشته؟ چی نوشته نیست؟ نوشته چی؟ کریستیان رونالدو. من شماره عمه خودم میگم کریستیان رونالدو. آقا چیکار می‌کنی وسط برنامه؟ الان آینده گذشته هسته، یعنی قدیم گتنه آینده، الان آینده قدیم. قدیما صنعت و فناوری در حد بساطن داس و دره و چکوش و اینا بیه، اما الان همه چی عوض بیه، یعنی در آینده همه چیز بونه ماشین